برای خودت خریداری کردی، وجود خودت زیبا کردی، وجود خودت آرا و تارا دادی، از زن فراموش نکن. این الحمدلله که این حق زنها، این بزرگی زنها کدام زمان پیدا شد؟ زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث و پیغمبری شدند، زمانی که قرآن نازل شد، از همان زمان این زنها حقوقها پیدا کردند. تا پیش از اسلام زن هیچ حق و حقوقی نداشت. بگد در تاریخ ها میخوانیم، چه در یونان قدیم چه در استرالیا، این دولت ها را نام میگیرن که زن به حیث چیز بود. این همین پیاله چیز است، نمی چیز است، خواه میشکنمش، خواه میفروشمش، خواه مثال یک کس هدیهش میتم. انمی زن میگد به حیث چیز بود، یعنی میخواستی در عوض قرضت میدادیش میرفت، میخواستی پیشش میکردی، یعنی هیچ ذره هیچ حقوقی نداشتن. در یونان قدیم میگوید همین مرد با زن در یک طبق خوردنش اجازت نبود، یعنی مرد میخورد تمام میکرد، باقی مانده طبق مرد بعد چیزی که طعام آمد در پیش زن میگذاشتن، یعنی زن هیچ قدر قیمتی نداشت. وقتی رسول اکرم مبعوث به پیغمبری شدن، وقتی اسلام آمد، الله که الحمدلله که این زنهای ما و شما قدر پیدا کردن، قیمت پیدا کردن و شخصیت و انسان بودن اونها بعدا ظاهر شد. ما میتونیم به آیت های نحل، سوره های نساء اگر نظارت کنیم، در همون جمع برای زنهای پیش از اسلامی خداوند خبر دادگی هست: و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. این الله خودش حکایت میکنه قرآن ده که انسان ها خبردار باشین که وقتی که در خانه جوان، اگر گویم که سعید اگر صاحب دختر میشد، اگر یک رفیقش می آمد میگو برادر سعید، تو در خانه دختر پیدا شده است، مرا سیوانچی بوده، مرا هدیه بوده، ظل وجهه مسودا و هو کظیم. الله میگوید پیش از اسلام این مرد چنان غضبناک میشد که در خاندان من دختر پیدا شده است. یعنی این دختر یک مایه شرمندگی بود، یک مایه ننگ عار بود که در خانه که اگر دختر تولد شود. الحمدلله که ببین در زمان حاضر ما و شما بعضی هم آثارهای پیش از اسلامی ماندگی هست. در بعضی خانه جوانای ما و شما دختر تولد شود، بعضی بچه های ما و شما ناراحت می شود که اگه بچه تولد میشید این خوب بود از دختر در مشو غمگین اگر دختر بزادی که در دختر بود پیوسته شادی. حضرت میگوید از دختر آمدن تو غمگین نشو و یکون تو عقل تخوردگی هستی که این دختر و بچه در نزد پروردگار است. مراجعت که به سوره شورا، سوره شورا در پروردگار میگوید که دختر و بچه را من میدهم، اینا به هیچ طبیب و به هیچ شخصیت تعلقات ندارد. که بعضی جوانای ما و شما از دختر آمدن در خاندانش خیلی ناراحت می شود، خیلی غمگین می شود. انا همین حق و حقوق هم زنهای ما و شما امروز از پشت اسلام پیدا کردن. حتی حبیب خدا گفت وقتی تو بازار می روی یا وقتی که کجای می روی لباسی نو برای خودت خریدی، برای زنها تونم لباسی نو خرید، لباسی خوب خرید. لیکن جوانای عزیز، من در تمام موعظه ها گفته بودم و می گویم که ما مردم مسلمان